اراک تحب عرسا ذات غدر ابت طلاقها الاکیاس بتا. مصنف میگن که من میبینم که یعنی اگر این نصیحت به شاگرد یا نصیحت به پسرشان باشد یا نصیحت به یک جوان باشد، گفتن که من میبینم که تو عرس یعنی عروسی که در زیر پرده هست او را دوست میداری، یعنی میخواهی دختر خانه‌دار شوی، یعنی میخواهی دختر داشته باشی، یعنی زن داشته باشی. در اینجا لفظ غدر ذات غدر آمده است، در بسیار نسخه ها خدر آمده است. اراک تحب عرسا ذات خدر. ذات خدر هم درست است. سبحان الله، بیت ها را نگاه میکنید بسیار در دو نسخه دو خیل آمدگی است، هر دوش هم معنای درست دارد. عجیب. یعنی بعضی نسخه ها غدر میگوید، ذات غدرین، یعنی زنها یک نوع خیانت، یک نوع کید، حیله دارند که مردهای با عقل را فریب میدهند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و الله تعالی هم گفت که این کیدکن عظیم. کید زنها عظیم است، بزرگ است. کید شیطان ضعیف است گفت. کید شیطان، وسوسه شیطان ضعیف است. انسان میفهمد که این وسوسه شیطانی است، لیکن کید زنها عظیم است گفت. و در اینجا کنایه از دنیا هست. در اینجا مصنف دنیا رو به زن مانند کردن، به دختری که در بالایش پرده پوشیده هست، حجاب پوشیده است، جسدی او از چشم مردم پنهان است، لیکن از سبب آنکه او را برای ما معرفی کرده شده است که دختر گفته شده است و او در زیر چادر است، لیکن در داخل او عیب هست. اراک تحب عرسا ذات خدر. میبینم که تو یک عروسی را دوست میداری که او در داخل پرده هست و او عیبهای داخلی دارد. تو نمیدانی آن عیبها را. تو فکر میکنه که این دختر است، فکر میکنه که این جوان است، دختری با وفا هست، گفته فکر میکنی، لیکن وی عیبهای داخلی دارد. اگر ذات خدرین گوییم، اگر ذات غدرین گوییم، تو دوست میداری یک عروسی را که او خیانت، صاحب خیانت است. عروسی خیانتکار را دوست داشتی، او یک عروسی هست که ابت طلاقها الاکیاس بتا. شخصان زیرک این زن را طلاق دادگی هستند، طلاق بد. طلاق بد یعنی طلاق باین، طلاق سه، آخرین سیوم طلاق. اگر انسان دهد دیگه نمیتواند با آن زن خانه داری کند. تو یک عروسی را دوست میداری که آن عروس در زیر پرده است و عیبهای داخلی دارد، یا اینکه آن عروس خیانتکار است، آدمهای با عقل و زیرک پیش از تو و این عروس رو طلاق سه دادند، نخواد تو او را خانه‌دار شوی. منظور از این عروس کی است؟ دنیا هست. تو دنیا را دوست می‌داری، جمع پول و مال دنیا، آبروی شهرت و ذوق و زرق و برق دنیا را دوست می‌داری و شخص‌های با عقل در دنیا این دنیا را طلاق داده بودند. خلاصه مصنف هم گفتن که تو را می‌بینم ای بچم، ای فرزندم، ای شاگردم، ای برادرم، می‌بینم که عروسی را دوست می‌داری، یعنی دنیا را دوست می‌داری که دنیای خیانتکار است، وفادار نیست. تو به دنیا جمع می‌کنی، مال و ملکی که جمع نکردی از آنها استفاده نکرده از دنیا می‌گذری. ابت طلاقها الاکیاس بتا. شخصان زیرک، پیغمبرها، علما، اولیاء الله، این زنی که تو دوست داشتی این را سه طلاق کردند، یعنی به او اهمیتی نمیدادند، از او روی گردانیده بودند.